از این خاطر الله میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم. امر الله هست، خودم وقایه بکن، اعضای خانواده‌ت هم وقایه بکن. تو نه که خود وقایه میکنی اعضای خانواده‌ت هم قرار ماندی که هر چیز کرد. مادر اولادا که هر وقتی هر قسم چادرک گاج در سرش شد بپوش، خیر است، خفه نشه. اینی چادرک گاج بپوش، برو در مجلس ها سرلاش که مردای نامحرم شیشته قصه میکنن، دخترایش قصه میکنن و چی میگن؟ ما سه والا بسیار خوب دیندار هستم. این دینداری نیست. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. الله میگه در اسلام چی داخل شوین؟ مکمل داخل شوین، کلش قبول کنید. تو نیستی مثل یهود واره. رسول الله گفته آخر زمان همین قسم میشه و وقت ما و شما همین قسم است، همین شرایطی که هست. میگه اگر یهودی‌ها در بین غار مار هم داخل شده باشه، شما در غار مار هم داخل میشین. یعنی می قسم انحرافات زیاد شده میره. یهودی‌ها چی میکردن؟ یهودی‌ها دین دو بخش تقسیم کرده بودن. بخش عبادت‌های ساده، مثلا نماز خواندن، مثلا روزه گرفتن، مثلا عبادت‌های عادی، یعنی چیزایی که سیاحتی است، مزه‌دار است، شیرین است، مثلا حج است، حج که بری باز در حج دیگه چی گپ است. بچهای آجی صاحب دیگه بچه‌ها را میگه بچه‌ها پیسه پرتین که یک دفعه حج برم، سال در سال زمستانکی چی میکنه؟ عمره میرم. حالا عمره برو، در عمره دیگه صاحب تلویزیون تیاری بسیار خوب امارات ششتی، خصوصا میگه در تیاری امارات برای مکتکت بده. در تیاری امارات خوب دخترای لوکس هست، برهنه هست. در دبی یگان دفعه تایت میکنن. در دبی کجا رفتی بازی دیگه خوب هم تو که بیخی فری است، فری مارکت است، فری زنهاست، فری دختراست، سرای لوچ است. باز مردم میان چشمای تکونه ما را سل کنی و ماچ میکنن. که این آجی صاحب بسیار خوب چیزا را دیده، خبر نداره که در دبی تو چیزا را دیده که چشمای ازی برای سوراخ کردن که چشمایش بکشی. فهمیدی؟ باز بعد از اونجا آمد اونجا که این قبول دارن تمام روز. اما وقت چیزهای دیگه که در مقابل از که الله برش میگه که دیگه احکام الله هست، باز میشه افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. خانم خدا به حج میبره اما به حجاب. در بیت الله شریف بره سرلوچ. در بیت الله شریف کلاهش معلوم میشه. حجاب خوریست مویایش چت معلوم میشه. افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا به بعض کتاب ایمان دارن؟ و تکفرون ببعض، و به بعض دیگهش کافر شدن. فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزي فی الحیاة الدنیا و یوم القیامة یردون الی اشد العذاب و ما الله بغافل عما تعملون. پس شروط قبولی چی است؟ ارکان عبادت کمال محبت، کمال امید و کمال خوف.